با فاتح یکون کاری نشده است؟ نه پسرم. پس برای چی گریه میکند؟ میدونی که امروز فاتح گپ زد پسرم. گپ زد؟ چی گفت؟ دادا گفت. دادا گفت؟ پسرم گپ زد؟ بله گپ زد. من نشنیدم اما هیچ گپ نیست. پسرم کی با خانه میایی؟ فرصت که یافتم البته میایم. وعده میدهم که یک بار تلفن را با فاتح دهید. انا حاضر میدهم. کنی دادا گو. دادا پسر جانم، شیر بچه من کو دادا بگو. دادا بگو. کو دادا بگو. گپ زن. شیر بچه من. سرکمیسر خوب هستی؟ نیازی پسرم گپ میزنه. کاش که در نزدش میشدی سرکمیسر. پسرم تو را تنها نمیمانم. شنیدی؟ به نظر میآیم. گوش کن دیگر اصلا جدا نمیشویم. وعده میدهم به تو. پسر جانم دامادی من فاتح تو رو یاد کرده است. فقط گریه میکنن. یگو چورهاش رو بینکنی. کم بیا خبر گیر. کودک تو رو فراموش نکنن پسرم. میایم بچه جان، البته میایم. فرصت که یافتم میایم. شما او را خوب نگاه کنید. شما یگون احتیاجی ندارید. شکر نداریم. اگر یگون چیز در کار شود البته به من بگویید. به خدا در کار نی پسرم. شب و روز برای تو دعا میکنم. خداوند مددگارت باشد. آمین. خدا از شما راضی باشد. فاتح هم را نگاه بین میکنید. اگر شما هم نمیشدید چیکار میکردید؟ تا بازدید پسرم. تا بازدید. خدا یارتان.